لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. طبعا القول البته که السيء سخنهای والفعل بیجو و السيء کارهای بیجو رد والقول کرده می شوند. الخبيث مرفوض. الله ما الله يحب هیچ گاه تهمت، السب، لعنتگویی الشتم، و الكلام سخنرانی الدني، قبیح و الكلام ناسزا را دوست البذيء، ندارد فهذا و مرفوض آنها رد کرده می ومنفي. شوند. ولكن اما في در بعضی مورد حالتها همین نفس هذا تهمت ها و السب لعنت واللعن خوانی ها نزد يكون الله من أفضل بهترین العبادات عبادت عند است. الله، يكون في بعضا منزلة برابر لا إله إلا الله، قبول يكون في خواهد شد و منزلة بعضا برابر سبحان الله. قبول خواهد شد. فإذا وقتی که قلت تو بگویی لعنة خدا الله فلان على گناهگار را الظالم لعنت کند، الفلاني گویا که تو كأنك گفته ای قلت لا إله إلا الله، أو و كأنك یا قلت اینکه سبحان الله. گفته ای.